هی گایز چطور رفقا، من سینارتیکس هم خیلی خوش اومد به گیم استودیو. بچه‌ها امروز قرار توی این ویدیو بریم یه بازی به سبک استرانگهولد ولی خب دو بعدیشو با هم تجربه کنیم که اسم بازی ریمز آف ماندنس، نمیدونم یعنی چی، درست خونم یا چی. اون تازه یاد گرفتی؟ همون جنگای صلیبی ولی دو بعدیش به سبکش خودش هم نیست. پس بدون مرتبط لایک فالو کانال نره، بزنید بریم سراغ ویدیو. لازم بچه‌ها وارد بازی شدن. من قبلا یکم بازی کردم، قرار نبود استریم کنم ولی خب دیدم جذابه اومدم استریم کمپین. از مرحله یک شروع کردم، من 4 تا مرحله اومدم. خب Dear Knight, یکم اینجا دیالوگ even though times are dark and we are about to face great evil, خب بچه‌ها in order to دیالوگاش play تموم شد. structures, به we من need to گفت open که the build menu, sire. اینور استراکچر دشمنه، یه ارتش بزرگی هم داره به سمت ما حمله میکنه. بیکرفول، مواظب باش. خب اینجا اول خونه میسازیم، همون سبک استرانگهولد دیگه، نه هیچی برام باز نیست. خونه ساخته بشه. چه امیرالی هم اینجاست. We do not have enough stone to purchase this upgrade, sire. You may want to consider placing the lumber camp close to trees, sire. We do not have enough wood to build this structure, sire. بچه این که چوب درست میکنه، اینم سنگ درست میکنه. سنگ دیدم من 250 تا چوب میخوام برای فارم و وضعیت اینور خیلی مثلا بکنم اینا نمیسازن، فقط چرا داره میسازن. ولی ارتششون خیلی بزرگ بود. اینطوری من بچه آتیش سوزی هم میشه بعضی وقتا و ولی یه منبع آبی داشته باشیم. از این پایین آب بر نمیذارن، حتما باید منبع آب داشته باشیم. خب منبع آب Piranhas in the water? Better hope they're vegetarian. خب صد چوبشو باید ارتقا بدم. We do not have enough wood to purchase this upgrade, sire. نیازه. In order to get more citizens, we can upgrade our existing houses, sire. 500 تا چوبش برشه بعد بسازیم. بچه دشمن اصلیه انگار و ردش میکنن. رو هر کدوم از استراکچر بزنید اینجا میتونید ارتقاش بدید. What is it? In order to get more citizens, we can upgrade our existing houses, sire. چوبا 430 تاست. 500 تا چوب برای خونه میخوام. از این ور اینجا دارن استحکامات دفاعی میسازن. یه گروه کماندار هم اومد. In order to get gold, we need to build a treasury, sire. خب ساختش. الان 100 تا چوب میخوام اینو ارتقا بدم. 90 تاست. بیار. Watch out! Tree falling! خب اینم ارتقا شد. دادم و بعد منتظر بودم. بچه چند تا استراکچر دیگه ساختم. A structure is caught on fire, sire. خب اینجا آتیش گرفت. اینو خاموش کنه. Upgrading our quarry will allow more citizens to gather stone, sire. In order to extinguish the fires, we need to build more wells, sire. Large rations? This will surely boost citizens' morale, sire. We do not have enough wood to build this structure, sire. مالیات میگیرم ازشون، غذا رو میبرم بالا. سبکی چند همینه. یاد بگیر آقای امیرعلی. بچه امیرعلی خیلی اهل بازی اینطوری نیست این سبکی. Our food stocks are dwindling. Soon our citizens will go hungry, sire. بچه وضعیت شهرم خوبه. من اینجا یه دونه
برجک ساختم برای دفاع. الان ساخته میشه ارتقاش هم بدم. خب الان سرباز اینجا 1000 تا چوب میخواد. این چیه؟ نمیشه آپگرید کرد همه چی رو. فکر کنم 4 نفرم آدم میخوام. Upgrading our farms will unlock more food types, sire. برای این ارتقاش 250 تا چوب میخواد. چوبم خیلی دیر به دیر پر میشه. چوب ببینم ارتقاشون از خود آدم هم میشه خیلی خبر نیست قدرتشون. In order to recruit knights, we need to build a barracks, sire. 6 نفر آدم میخوام از این سربازا بسازم. یکی ارتقا میشونم. این 250 تا چوب میخواد. We do not have enough wood to purchase this upgrade, sire. 250 تاش برشه. Citizen morale is high, causing our soldiers to be stronger and our citizens to be more productive, sire. Citizens are frightened by the recent militia squad, sire. They wonder whether they themselves will soon be sent off to war, causing morale to plummet. Food variety is low. Providing the citizens with more than just bread will improve their health and morale greatly, sire. سربازه حرفه‌ای درست کنه ولی 250 تا پول میخواد برای هر که بسازه. آدمم خیلی لازم دارم. A structure has caught on fire, sire. سر چوبم از سنگ میخواد. اینو We do not have any available citizens to purchase this upgrade, sire. In order to get more citizens, we need to build more houses, sire. بچه اول باید اینا رو یه ارتقا بدم. میذارم الان برای ارتش درست کردن خیلی زوده. همه رو یه ارتقا میدیم بعد میریم سراغ ساخت ارتش. خب بچه من ارتقا دادم. خونه‌مون این شکلی شد. خیلی خفن شد. فارمم خیلی ساختم که مالیات رو ببرم بالا. بریم برای ساخت ارتش که 1000 تا چوب میخواد فعلا سرباز بزن. 3 تا سرباز 3 گروه سرباز. چوبم هم پر که شد. My lord, our castle is flourishing, but the enemy is preparing for war. Perhaps it is time to start recruiting units and preparing our defenses. چی داره میگه این؟ ارتش قراره 3 دقیقه دیگه حمله کنه. اگه خود دوری بودنش من اذیتم میکنه. اذیتم A resource stone has been depleted, reducing our stone income, sire. My lord. Moving to new position. 400 تا چوب دیگه میخوام. با همینا فعلا حمله کنم. Ready. میتونیم شکست بدیم اینا رو. Ready. خب. I do not have enough gold to recruit this unit, sire. خب. In order to get more citizens, we need to build more houses, sire. Knights. بیا تو هم بیا اینو بزن. Assume attack positions. خب تو هم بیا اینو بزن بچه. Ready. Assume تو attack ما حمله positions. میکنم باید اینجا رو تخریب کنیم. My lord, did you know you can order farms to produce قبل از either اینکه ارتششون fruit or meat? برسه The very diet will greatly boost our citizens' morale, sire. خب تو هم بیا اینو خراب. Assume attack positions. اصلا دیگه نمیخواد کماندار برای کماندار رو خونه بسازیم که تمام شد. Food variety is low. Providing the citizens with more than just bread will improve their health and morale greatly, sire. Knights. بزنید دیگه. Ready. بزنید. زود.
Assume attack positions. اومد ارتششون. Attacking. Attack. با هم بریم. Assume attack positions. Attack. امیدوارم اینجا تموم شه، ارتششون نیاد. آها تموم شد. خوبه بله تموم شد و اینم که نمیخوام دیالوگی، تو هم که نمیخوام و تمام. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای پارتای بعدی حتما لایک فالو کامنتتون نره. توی همین پوش ویدیو قرار میدم میذارم پارتای بعدی رو و حتما برید ببینید. 5 تا پارت ازش میگیرم. 5 تا پارت ازش میگیرم. اگه خواستید بیشتر بشه که حالا بگید تو کامنت ها، چون اگه محبوب بشه من بیشتر میذارم. دیگه حرفی نمونه تا یه ویدیوی دیگه. بدرود.